سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من چقدر استرس دارم. من اومدم که راجع به این که اصلا چی شد به هنر علاقه من شدم، چون من وقتی براتون گفتم توی استوریا گفتین ما اصلا باورمون نمیشه که تو اصلا هنر رو دوست نداشتی، اصلا از هنر دور بودی و مثلا تا یه اتفاقاتی اومدی رفتی توی هنر رو باش آشنا شدی. ولی باید بگم که من واقعا آدمی بودم که از یه در میرفتم تو، از در دیگه هنر میرفت بیرون. در این حد اصلا از هنر دور بودم و این رو وظیفه خودم دونستم که این ویدیو رو بگیرم تا حالا آدمایی که فکر میکنن هنر یا کارهای هنری یه چیزی هستش که باید از بچگی توی ذاتمون باشه تا بهش علاقه‌مند بشیم و انجامش بدیم، باید از بچگی خلاق باشیم. ولی میخوام بگم که اصلا به این شکل نیست و الان داستانشو من براتون تعریف میکنم. فقط میخوام بگم که این مسیر رو باید درش رو خودتون باز بکنید تا بتونید واردش بشید و همه چیز کاملا بستگی به خودتون داره. خانواده که من بزرگ شدم، مامان من همیشه عاشق کارهای هنری بود، بابتش حاضر بودش که بابت کارهای دست بخره، پول بده و براش خیلی ارزشمند بود. یعنی جای جای خونه ما همیشه پر از کارهای دست و هنر بود. ولی با این حال باز من هیچ درکی از هنر و هیچ علاقه‌ای نداشتم، حتی با اینکه مامان من خیلی تلاش کرد که منو بنویسه کلاسای هنری و من نه تنها رغبت نشون نمیدادم بلکه اصلا نمیرفتم. یعنی یادم مامان من نوشت کلاس رباندوزی و شرطش این بود که اگر میخوای اون کلاس ورزشی که بهش علاقه داری رو بری باید بری کلاس رباندوزی. و من اینجوری بودم که اصلا توی کلاس هیچ رغبتی نشون نمیدادم، نمیرفتم و برام اصلا جالب نبود، حتی با اینکه توی محیطی بودم که خانواده مثلا هر سال میرفتن نمایشگاه صنایع دستی خرید میکردن، خیلی ذوق میکردم، ولی من حتی من رشته‌ام هم اصلا چیز دیگه بود و هنر نبود. با اینکه خوب خانواده گفتن که اگر دوست داری هنر رو انتخاب بکنی ما به نظرت احترام میذاریم. یعنی در این حد دور بودم از هنر تا اینکه یه اتفاقی افتاد و کرونا اومد. کرونا که اومد همه جا بسته شد و واقعا تایم زیادی از روزمون رو، هر روزمون رو اگه یادتون باشه خونه بودیم و خب خیلی سخت میگذشت. من آدمی بودم که واقعا فعالیت میکردم، بیرون میرفتم، باشگاه میرفتم و یه دفعه همه اینا قطع شده بود و من اولا داشتم خول میشدم، چون که اصلا نمیدونستم باید چیکار بکنم که این حجم زیادی از خونه بودنه رو حالا بچونم کنار درسم، برای اینکه یه تایمی باشه به عنوان فراغتم انجام بدم که حالم خوب بشه. تایم زیادی بود که دوستامون رو نمیتونستیم ببینیم، نمیتونستیم مهمونی بریم و همش مجبور بودیم که به خاطر جون عزیزامون خونه بمونیم. و من اینجوری بودم که حالا من اون تایم اصلا اتاقم به این شکلی که الان دارین میبینیم اصلا نه، یه اتاق خیلی ساده، یه تخت گوشه اتاق بود، یه حالا کمد جای این میز من بود و خیلی ساده، یعنی هیچ چیزی آویزون نبود اصلا. و زمانی که من به مامانم گفتم که خب فکر میکنم که باید من یه کاری رو شروع بکنم، یه هنری رو شروع بکنم، اصلا جدی نگرفتم با توجه به شناختی که از من داشتن و گفتن که نه، تو اصلا نرو سمت اون، چون حوصله‌شو نداری، چون علاقه‌شو نداری. من اینجوری بودم که خب من چیکار کنم که واقعا به خانواده نشون بدم که من میخوام برم سمت هنر. و اوایلش اصلا برام جدی نبود، صرفا میخواستم وقتم پر بشه، صرفا میخواستم که این ناراحتی از این که نمیتونیم دیگه مثل قبل زندگی بکنیم، تو جامعه بریم بیرون بریم بیایم، رو یه جوری پر بکنم، حالمو خوب بکنم. به خاطر همین شروع کردم اول درست کردن یه فضایی برای خودم که یه کمی من رو ببره سمت این که اطراف من رنگ و بوی هنر بگیره. هی ایده های مختلف از یه جایی به بعد می اومد، هی ایده های مختلف از اینترنت، پینترست، جای مختلف می گرفتم، از یه جایی به بعد خودم هی ایده می دادم که این کارو کنم اون کارو کنم و اتاق من تبدیل شد حالا به اینی که حالا ویدیوهاشم هست و خیلی حس خوب به من داد. احساس این که یه جایی رو تو برای خودت ساختی که توش میتونی بهش پناه بیاری و حالا هر زمانی که اگر بخوای بیرون از خونه باشی یا حتی بخوای کاری بکنی، درس بخونی، کار بکنی یا هر چیزی، میتونی توی این فضایی که خودت برای خودت درست کردی آرامش روان داشته باشی و این
داشت اعتماد به نفس من رو هی کم کم بالا می برد. من اومدم با یه کاری شروع کردم، یعنی تنها کار کم خرجی که به نظر من میرسید و با گلدوزی. اومدم به مامانم پیشنهاد دادم که من میخوام شروع بکنم به گلدوزی کردن. مامانم همینجوری بود، گفت من براتون نمیرم وسیله بگیرم، تو کلی پول وسیله میدی و تمام این وسایلی که ممکنه بخری ممکنه اصلا خوشت نیاد و تماما روی دست تو بمونه. ولی من خب اصرار داشتم که نه، من میخوام انجامش بدم، پس فکر میکنم که باید یه سری وسایل داشته باشم. فکر میکنی من اولین کار گلدوزیمو چجوری انجام دادم؟ مامان من رفت یه دونه پشت پرده آورد، از این پشت پرده های قدیمی. یه بالش هم ما داشتیم، این بالشه شاید همسن مامان من بود، اون نخایی توش. اون رو به من داد، گفت این بالش رو بشکاف، این سوزنم بگیر، این پشت پرده رو بگیر و شروع کن روی این هر گلدوزی که میخوای انجام بده با همین نخا. یعنی باورتون نمیشه چه نخایی بود، پاره میشد وسط کار یا از سوزن رد نمیشد، اصلا نگاه میکردی انگار مثلا مال 100 قرن پیش بود این نخا. ولی من با استفاده از اون نخا اومدم یه دونه قاب دوختم و اون قاب فروش رفت و انقدر حس خوبی به من داد، انقدر فروش اون حس خوبی به من داد. ولی ته دلم ناراحت بودم که چرا خانواده من مثلا من میخواستم برای شروع از من حمایت نکرد. و یادم یه جمله مامانم به من گفت، اینکه هنر این نیستش که تو به کلی پول وسیله گرون بدی، کلی چیز میزای خاص و اورجینال و گرون بخری و شروع بکنی به ساخت یه چیز خاص و آس. هنر در واقع اونجا هستش که تو با حداقل ترین چیزها میتونی یه چیز زیبا بسازی، یه چیز خاص بسازی و اون چیز خاص فروش رفت. و من واقعا یه حجم زیادی اعتماد به نفس گرفتم از اینکه من با هیچی و با به درد نخورترین چیزها یه چیزی خلق کردم که یکی حاضر بود این کار دست منو بخره. خیلی خوب بود، خیلی خوشحال بودم و به خودم گفتم که خب من شروع بکنم. الان من دیگه پر از انرژیم، میتونم الان شروع بکنم که کلی چیز میزای مختلف بسازم، بفروشم. من شایستگی اینو الان دارم. ولی توی این مسیر هی شما امتحان میشی و خب منم شدم. بها یعنی چی؟ یعنی توی این مسیر که میخوای بری چقدر حاضری برای صبوری بکنی و وقت بذاری روش تا به اون جایی که میخوای برسی. و هنوز البته حس میکنم که خیلی فاصله دارم به اون جایی که برسم، ولی الان سرشار از انرژیم. ممکنه این انرژی یه وقتایی به پایین ترین حد خودش برسه ولی هیچ موقع صفر نمیشه، کما که قبلا تجربهش کردم. حالا من نمیدونم شما تو پیج من دیده بودین یا نه، ولی قابایی که من میدوختم این شکلی بود و کلی مدلای دیگه که حتما حالا عکسشو توی این اینستا براتون میذارم یا گاهن دیدید. ولی شروع کردم به یه پیجی زدن و با کلی علاقه و ذوق و ایده هایی که می اومد تو ذهن من و من این در روش باز کرده بودم که این ایده ها و خلاقیت ها بیان و خودشون داشتن دیگه می اومدن. ولی کافی نبود، این کافی نبود. چیزی که باید می بود و شاید اون موقع نبود اون استمراره و اون صبوریه بود که من اون موقع نداشتم و دلم خواست زود به نتیجه برسم، زود بگم که همین امروز که گذاشتی همه مردم ببینن، استقبال کنن. و چون این قضیه نبود خیلی حس بدی به خودم گرفتم، اما باید صبوری میکردم شاید توش، نمیدونم. و یه مدت زیادی کار نکردم، علاوه بر این که حالا اطرافیان میگفتن که نه کار کن، هی بهم انگیزه میدادن، هی انگیزه میدادن، ولی خب چیزی که داشتم میدیدم خلاف این بود. و یه نکته که باید بگم اینه که شما اگر یه کاری انجام میدین باید انتظاراتتون از اطرافیان رو واقعا به صفر برسونید. یعنی اینکه انتظار داشته باشین اطرافیان بیان از شما حمایت بکنن، دوستاتون بیان بگن که واو فلان. اینو از همین اول دارم میگم که اگر این انتظارات از دیگران رو به صفر برسونین اون شما رو اذیت نمیکنه که چرا
اطرافیان اونقدری که باید از من حمایت نمیکنن؟ چرا اطرافیان اونقدر به کار من بها نمیدن؟ و چشماتون رو روی اطرافیان رو همه ببندین و مسیر خودتون ادامه بدین، حتی اگر کسی شما رو نبینه، حتی اگر کسی از شما حمایت نکنه. واقعا یه کمی که فاصله افتاده بود بین حال گلدوزی من و کار کردن من، کلا خیلی تک و توک، مثلا شاید سالی یه بار یه آدمی به من سفارش میداد و من یه کاری رو میرفتم انجام میدادم و دوباره بیکار میشدم و عملا هیچ جایی باز اون هنر رو توی زندگیم هنوز احساس نکرده بودم، اینکه حالا این هنره یه فراغتی هست که هر از گاهی آدم میاد یه سفارشی به من میده و من انجامش میدم. تا اینکه من یادم دوران دبیرستانم، دوران راهنماییم، یه معلمی داشتیم که سر کلاس ما بافتن یاد داد، بافتای خیلی پایه و ساده و اینا. من اینجوری بودم که خب من اگر بیام اون هنری که داشتم و بخوام ادامهش بدم اصلا چجوری میشه، اصلا هیچ سنسی نداشتم. شروع کردم پیش اطرافیان برم بشینم کنار دستشون بگم مثلا میشه فلان بافتو به من با قلاب یاد بدین. دیدم اصلا یاد نمیگیرم، دیدم اصلا یاد نمیگیرم و هی با آزمون و خطا خودم شروع کردم اون بافتن یاد گرفتن، که اصلا یه مدل جدیدی بافت یاد گرفتم که حالا دارم الان به شاگردام یادشون میدم. ولی اون تایم خیلی برام کلافه کننده بود، چون نمیفهمیدم اصلا باید چی کار بکنم و باز دوباره هی بیخیال میشدم، هی دوباره میگفتم نه حالا بذار انجامش بدم، بیشتر کنجکاوم میکرد. تا اینکه اومدم در این حال که پیج گلدوزیمو داشتم یه لباسی و پلیوری و خیلی دست و پا شکسته برای خودم بافتم و توی پیجم گذاشتم. همینطوری اصلا خیلی بی هدف دیگه، عملا پیج من یه پیج بی هدفی شده بود رسما. گذاشتم و دیدم خیلی استقبال شد و از همون پلیور همون تایم من سفارش گرفتم. اینجوری بودم که دوباره یه انگیزه گرفتم، گفتم شاید اگر من بیام کارم رو تغییر بدم شاید بهتر باشه و باز دوباره افتادم توی اون مسیری که انگیزه داشتم و گفتم که خب پس من میام این تغییره رو میدم و میام شروع میکنم یه کار دیگر رو انجام دادن کنار حالا کار گلدوزیم. تماما گلدوزی رو کنار نذاشته بودم و دیدم که یه کمی نتیجه گرفت و باز توی این مسیر هی دوباره ناامید میشدم، هی امیدوار میشم، هی ناامید میشم، هی ولی چیزی که یاد گرفتم و با کسایی که بودن هی مشورت میکردم به هم میگفتن که باید استمرار داشته باشی، باید چشماتو ببندی روی اینکه کسی ازت حمایت نکنه، دوستات نبینن، خانواده و فک و فامیل همه اینا نبینن کار تو رو و تو همچنان ادامه بدی. اولش خیلی ناراحت میشدم ولی اینجوری بودم که باید پررو باشی تا نتیجه بده. اصلا نتیجه هم نده، بیا امتحان بکن. وقتی همه دارن میگن که باید چشماتو ببندی و فقط انجامش بدی، به هیچ چیز دیگه فکر نکنی، این که نمیشه و اینا رو فکر نکنی. و همینجوری تون هی کارهای مختلف میدادم، هی ایده میدادم و هی سعی میکردم که این انگیزه ها رو هی تو خودم نگه دارم، هر روز هی به خودم پر رو باش و از یه جایی به بعد دیدم داره نتیجه میده، دارن آدمای بیشتری میبینن و میان سمت تو و بهت نشون میدن که چقدر کارات ارزشمنده و این هی روز به روز اعتماد به نفس بیشتری به من میداد. و واقعا من هم سعی می‌کردم با اون آدمایی که توی اون تایم کنارم بودن این خوشحالیمو تقسیم کنم و قطعا هستن کنار همه ما، حالا بیشتر خانواده، که وقتی میبینن که داره کار شما نتیجه میده خوشحال میشن. منم سعی کردم همین خوشحالیه رو باشون تقسیم بکنم. و چیزی که میخوام بگم اینه که واقعا اصلا اینکه حالا تو خانواده‌ای باشید که ژن هنر داره، ژن این کار داره، این چیزا اصلا وجود نداره. یعنی یه آدمی حتی اگر تو همچین موقعیتی هم باشه، وقتی علاقه نداشته باشه، وقتی سعی نکنه اون حسه رو توی وجودش بکشه بیرون، هیچ تأثیری نداره اینا رو زندگیش. ژن و ژنتیکو اینا اصلا هیچ فایده ای نداره. و اگر میخواین که کار هنری بکنید فقط کافیه که برید سمتش و واقعا هر کاری بهش فکر نکنید که چه اتفاقی میفته، آیا دیده میشه، آیا دیده نمیشه، فقط انجامش بده.
یعنی حتی اگر توش هیچ نفعی و هیچ صعودی نباشه، قطعا سقوطی هم خواهد بود. هیچ ضرری برای شما نداره اینکه چشماتو ببندی و فقط انجامش بدی. و من امیدوارم واسه آدمایی که دوست دارن هنر رو یاد بگیرن یا دوستان حداقل امتحانش بکنن که ببینن چه جوریه، این کار هر چه زودتر انجام بدن. واقعا دارم میگم تا اون شیرینی، اون مزهش از اینکه یه چیزی رو دارن خلق میکنن، خودشون دارن خلق میکنن و میسازن و میتونن بگن که آره آقا این رو ما ساختیم. و قطعا میبینن که یه سری آدم هایی هستن که بابت این ساخت بها بدن و ببینن یه سری آدمایی هستن که چقدر براشون ارزشمند این کار دست و حس مضاعفتری علل خصوص اعتماد به نفس میگیرن. یعنی اعتماد به نفس گرفتن به نظر من اصلا اینجوری نیستش که من هر روز بشینم به خودم میگم که تو خوبی. نه، اصلا این شکلی نیست. یه وقتایی باید بری به سمت یه کاری که اون هی به شما اعتماد به نفس رو کم کم اضافه و تزریق بکنه. و به نظر من هنر و خلق کردن یه چیزی یکی از اون کارهایی هستش که این روندش رو خیلی سریع‌تر میکنه. اگر میخواین که اعتماد به نفستون بره بالاتر، حس خوبی خودتون داشته باشید. امیدوارم که صحبتهای من برای اون دسته از آدمایی که دوست دارن روی خودشون کار بکنن، دوست دارن با یه کاری به خودشون ارزشمندی بدن، کمان که هممون ارزشمندیم، و این رو توی وجودشون درک بکنن، حتی شده یک نفر واقعا مفید بوده باشه. و دوستم که خیلی نظرات شما رو بدونم، اگر تجربه مشابهی داشتید یا اگر کاری تو این زمینه کردید، هر زمینه‌ای، چه هنر چه حالا رشته های دیگه مثل ورزش یا هر چیز دیگه ای، برای منم به اشتراک بذارین. خوندنش واقعا حس خوبی به من میده. ماه باشید.